بودو همه‌شو بهش کن. یکیش آماده شد کامل. چه تخم مرغیه، به به. اینم دستگیرم. نون سنگک تازه و تخم مرغ توی صحرا. جاتون خالی. داریم روی انگور بچینی؟ سلام علیکم. چقدر قشنگی. خیلی قشنگی تو. چشاتو ببینم. ای خدا. بچه ببینید اینجا دارن توی زمین ها انگور میچینن. سلام بچه ها، چطورین؟ صدای منو میشنوین از ملایر زیبا، شهر انگور، گردو، یه شهر خیلی خوشگل و سرسبز. اگه ولاگای قبلی منو ندیدین، ساله همسر من ملایریه، مثلا همین دیگه ما مسیرمون به اینجا زیاد میخوره. انقدر درخت میوه زیاده اینجا، مثلا لذت میبری بینش که راه میری. بریم با هم دیگه یکم طبیعت گردی کنیم، بریم سر مزارع انگور ببینیم چی کار میکنن. سلام علیکم. چطوری؟ وای چقدر اینجا قشنگه. بابا رضا داره آتیشو درست میکنه واسه نهار. سرسخت میگم نه به خدا مال بی اهمیتی بگم. به ایله اولا نیست. ماشینتو بعد اینجا رو بری و گوشی بس کنم. گرون هم گذاشت دست پونه. میدونستیم پونه این شکلیه؟
اینم بوتشه اونجاست. یه درخت گردوی بزرگه دیگه. بریم گردوهاشو ببینیم. پر گردوه. چقدر انگور، چقدر قشنگه اینجا. باغ سیب. چقدر سیب. نگاش کن. اینا پایینیان بر با اینجا اینجا. ای درخت نه حیاتا ساله. بیا تو بریم دامون. بیا اینجا. این پاییزیه درسته؟ ها؟ این پاییزیه ای داره. چقدر سیب. اینقدر عطسه کردم ببین که بینیم قرمز شده. اومدیم اینجا فصل انگور چیدنه. بریم سر زمیناشون ببینیم چی کارا میکنن. الان داشتیم با بابا رضا دور میزدیم اینجا. رسیدیم به این درخت سیب. ببین چقدر خوشگله. عالیه. حالا داریم میریم به سمت یکی از زمینای برداشت انگور که ببینیم چی کار میکنن. اینجا کنار اون درخت سیبه اومدیم پیش این درخت به. انقدر گردو خوردم همه ناخونا و دستام سیاه شده. بریم. اینو بگی خدایا فوق‌العاده است. چرا نچینیم؟ بذار بچینیم. زیاد نور نخورده بهش. چقدر خوبه. بگی به اینجا بگی. اینجا هم بگی اینجا هم پره. ببین خدایا انگور شیرازی. البته هنوز میگن نرسیده درشت نشده. خیلی درشته. نمیدونم قرار بزرگتر از این بشه چجوری بشه. ببین اینجا رو همه‌شون پر انگورن. زیاد نرسیده بودن. میگه آبش بعد موقع شده انقدر ریز شد انگوراش. ریز نبود درشت بود. نه اینا یکی انقدر میشن اینا. آخ یه تیغ رفته تو پا. چرا اینجا قبلا رودخونه بوده. ببین اینجاها پر آب بوده. الان دیگه خوش شده.
تا چش کار میکنه فقط زیبایی میبینی. اصلا یه دنیاییه. 3 مدل انگور تو این یه تیکه تست زدم. همه‌شون هم خوشمزن، همه‌شون. میتونست کاراشو بکنه، این هرس میخورد. گفت مثلا زمینام دیگه نمیتونم بهشون برسم، هی هرس میخورد. میگو دارن خوش میشن و نه این خشکا تازه یه ذره شاید محصولش کم شده بود نسبت به سال قبل. ولی خب اون میدیدی، اون چند سال دیگهشو میدید. داره با بزرگشو تعریف میکنه. دقیقا انگار از تو بهشت اومده سالی. آره بابا برو اون ورد امروز همین بادیمون هم خوش شدن تو. بری جو بر، بری جو بر، بری جو بر. بابا بیا این طرف. بابا ببینم بادوماتو. به به. تو مسیری که داریم میریم هی میخوریم به درخت گردو، بادوم، بوتای انگور، همه‌شون هم داریم تست میزنیم. فرزند این کلن گردو 3 قلومی گرفت. تفلک ها مونده اینجا، گردوهاش هم ریز شده. 3 قلومی داره. ریز شده الان دیگه. ببین یه دونش هم به زور داره میده. چه مغز قشنگی داره. جان اومدم بابا. ببین اینجا تیزابه. این انگورا رو با سبد میکنن توی اینا، بعد میرن میچینن اونجا که خشک بشه. بعد از اینکه میچینن میذارن توی تیزاب، بعد اینجوری پهنش میکنن. میشه کشمش تیزابی.